خب بدم روی من نگفتم خوب گوش میگم رفیق سردار شاگرد کیوی؟ در اتاق کاریم در کابینت رفیق سردار فرمود آزی گروه کاری یک تکریشی بسیار خطرناک دستگیر کردن به من خبر دادن به نزد شما روان کرده شدم مسئلهش جدی می که خیلی خطرناک است و بعد چی بود نبود شاید چی دارد چی ندارد دارایی ناداریش همش به من تلاشی به همین کابینت هم میارنش بله آزی میارنش یکم در خبر پیش خوب در خدمت خوب در تماس قبول خوب بیا داخل شو کی رفیق سردار بدرو اینجا پیش من بفرستیش آوردن حراما آوردن تو کی هم بگریزی دوستان خونم دورش اینجا درو کو بشی اونجا سر تا بالا نکن سر پس کن اینجا قبل دنی را ادری بزرگ رفیق سردار خب نام فامیلت ایدیبک مردانو یک بار دیگه ایدیبک مردانو بلند بگو ایدیبک مردانو چند ساله ای؟ 33 ایدیبک مردانو 33 ساله برای چی قبل آوردنت؟ نمیدانم رفیق برای چی قبل آوردنت بگو؟ برای نماز خوندن چی باید اولی مردم نماز بخونی؟ خطا کردم سر یک بار دیگه سوال میتونم برای چی قبیدن آوردنت؟ برای نماز خوندن رفیق سردار در بین جمعیت نماز خوند در بین بزرگ؟ بله رفیق سردار و تا پنکای نماز خوندی؟ خب پاکستان خوندگی عراق سوریه در پیش کی خوندگی بخشی؟ مولوی بختری در پیش کی؟ مولوی بختری استاد مولوی بختری خب مولوی بختری خب در پیشی مولوی بختری درست؟ بله رفیق سردار کدام کتاب را خوندگی؟ قویده بغدادی دیگه هم کتاب خوندگی نیستی؟ نه رفیق سردار خب کمرا بگو که خودت طرز و نمود نمازخوانی چخیلی های؟ تیست گفته حرام چخیلی میخونیم رنگی همی همه میخونیم رنگی همش کیه اوخی؟ رفیق سردار در بین بزرگ با رفی عدن کدن نماز میخونده یعنی 15 سال تو عبدال رفتی خب چند سوتیق زمین داری؟ 5 سوتی 5 سوتیق زمین داری مال و مالکیت زندگی چخیلی؟ گو مال داری؟ 2 گو دارم 2 گو داری چند فرزند داری؟ 5 نفر فرزند کاملی چند ساله؟ 16 خب یکم برد نه؟ با کارهای جنایی دستگیر میشه بله رفیق سردار خب یکم برد باشه مسئله رو میبینیم موزی میخوای آزاد شای؟ رفیق سردار سر تا بردار دستو در پیش بگی حجات بخیر منم خیر همون دو تگاوی گفتی از دارم امروز بجای در کاری اگر مسئله حل شوه روان میکنی آزاد میشی و مدت 10 روز باید از کشور از تاجیکستان خارج شد راضی؟ ها رفیق سردار راضی خب راضی اون مسئله رو ببینیم
الو محترم سردار ما را میشنوین؟ این بچه که آوردن این یک من بچه بود در آمیرش فش موندگی رنگ اما جینه آوریم نه که در پیش همه اولای بختری خوندگی بوده نه سواد دارن نه علم نه هیچی مسئله همه شد که میگه یک گاوی جوشا دارم یک گاوی قصیر اگر همه را بگیرین جواب بتین گفتم از مسئله را ببینیم گفتم من فکر نظر شما را بگیریم محترم سردار بعد دلن اگر بجای در پای روان کنیم اگر باشد که دو گاو داشته باشد ما شاگردی مولای بختری باشد مصلحت کنیم گاوش را بگیریم مولای بختری آدمی تیار کرده خود مونه هیچ گپ نیست بیگانه نیست خودی هست گاوش که ککرس در کار میشود هفته آیند چلی رحمتی پدر مونه ککرس گوخری نمیرفته بسیم یک چه در چل میکشیم یک چه سری سودا مصلحت نید خوب فهمونه که گپ بیرون آقلوید جوابشیم روند دل را قطع کنیم دل را قطع نید اول گوش هم بگیریم بعد خوب نصیحت میکنیم که گپ از اینجا بیرون آقلوید دل را مختم میکنیم تا یک وقتی معین خب تشکر محترم سردار تماس میگیرم خب شنودی سردار چی گفتک؟ بله رفت سردار راضی؟ راضی خب زیردست یابتش امضا شمونه تست که وقت نیست تست که خب حاضر جوابت بتیم میره رشته قاق متر روشی جوابت بتیم میره رشته قاق متر روشی خوب رفت سردار مدت 10 روز باید تویستان خورش شد نکنیم تا 2 ساعت وقت گوه میگیر بجای در کنه بریم خوب رفت خب خوب زنی تای جوری باید که داره ولی زنی تایجه ندرویم خب زیردست امو یکم ریش مترش قیچه یکم چی نیسته؟ هست رفیق سردار بیو ایرا میدیم رشته قاق متر روشی خوب رفت سردار بتشه جوابش بده نه ولی برامدی بیرون دبار میکنم خوب برم برو خب دل را ما قطع میکنیم نه لیاکو در پیش چشم دل را میدرونیم دیدی؟ خوب رفت سردار میره از کارای بینی خوب خب آزاد میشه رشته قاق متر روشی خوب رفت موز نمره می نویسم نمره ما دهانی نمره واتساپای تخت صورت میگیری روی میکنی خب خوب در آنش کرد کوام پیشی در نبین کومی تخت کرد بیام درو جوابش ده برو نه خیلی برادر جوابش ده را مالی بسم میجا نه رفیق سردار اکا شما گیای اکا کی اکا میجنوات کو ما اینه بدون بگو بیو سلام علیکم برادر بیو سلام علیکم رفیق سردار از خدمتتون تشکر یعنی ما اکای کلونی هم گوگل مسئله گوگل چی کردیم دوسیه کردیم همین چیز چوپول موندگی هم ها این چوپوله خب تشکر از بره بسین نه بره خب کاری میده خب زنده باشی خب دستو شوی که سرشته برای قفای کار شما مدل را قطع کردیم تمام رفیق سردار خب